باور کنید یکی از سخت‌ترین کارا توی ایران آرایشگر بودن. خواهید بدونید چرا؟ برق میره قورش مشتری میزنه میگه چرا برق نداری، برو نمیدونم فلان چیز، آب میره میگه چرا آب نداری، برو منبع آب بخر بذار تو مغازه. باید بهترین مدل رو براش بزنی، بهترین کار رو براش ارائه بدی با کمترین قیمت. شما وقتی میری موتور ماشین رو تعمیر میکنی یا میگه مثلا 15 میلیون دستمزد شد، باشه اوکی بهت میدم. میری نون بخری، نون 5 تومن بوده تا دیروز، امروز شده مثلا 10,000 تومن، دو برابر شده، میگه اوکی باشه میدم. خودت یه ملک داری اجاره میدی، میگه همه چی گرون شده، اجاره هم ببر بالا آقا. ولی میخوای بیای به آرایشگرت پول بدی، کار حرفه‌ای بگیری، میگه من پول ندارم که چیکار کردی، دو تا شونه و یه قیچی، دو تا شونه و یه قیچی بیا بخر، خودت ببر تو خونه ببینم میتونی کاری آرایشگر بکنی. اون آرایشگر سالها زحمت کشیده، تجربهشو برده بالا، خیلی از لحظه‌های خوشش گذشته که برای شما یه اعتماد به نفس بسازه با کارش و با یه ظاهر آراسته و حرفه‌ای بری تو جامعه. قدر آرایشگرتو بیشتر بدون برادر.